به نام خدا. سلام، خوش اومدید به کانال سیویل ژئوتک. خب در ادامه آموزش های ایتپس ورژن 21 تو این ویدیو قصد داریم که یک سری مبانی پیش نیاز رو توضیح بدیم. لینک ویدیو قبل رو هم میذارم این بالا، اگر علاقه‌مند بودید میتونید به اون ویدیو مراجعه کنید. خب اولین مورد از مبانی پیش نیاز دستگاه مختصات هست. خب دستگاه مختصات سه نوع ما داریم دیگه. حالا دستگاه مختصات کارتزین هست که حالا مختصات اون نقطه ما مثل حالا یک نقطه پی باشه، واسطه مؤلفه x و y z که در واقع فاصله اونها، فاصله در واقع اون نقطه نسبت به محورهای مختصات ما میشه بیان میشه که حالا به این صورت هم نوشته میشه دیگه p x و y و z حالا مختصات این نقطه ما هست. نوع دوم دستگاه مختصات استوانه‌ای هست که حالا بر اساس یک استوانه اون موقعیت نقطه بیان میشه که حالا مثلا این نقطه P موقعیت اولین رو یا شعاع این استوانه هست، در واقع یک نقطه هست که روی این استوانه، روی این محیط استوانه قرار داره. این رو شعاع استوانه ما میشه، این فی زاویه‌ای میشه که حالا نسبت به محور x داره و z هم ارتفاع نقطه P یا ارتفاع همون در واقع استوانه‌ای میشه که نقطه P روی اون قرار داره که حالا با رو فی z نوشته میشه یا با r تتا z هم نوشته میشه. نوع بعدی دستگاه مختصات کروی هست که حالا توی سه بعد کرویه، توی در واقع دو بعدی که بخواد بشه دیگه مختصات قطبی یا دایره‌ای میشه. خب به این صورت حالا یک در واقع کره ما در نظر میگیریم که حالا این نقطه پی ما روی اون قرار داره و این رو شعاع این کره هست، این فی در واقع زاویه‌ای میشه که این نقطه نسبت به این محور زد داره و اون در واقع مؤلفه تتا هم که حالا این یکی هست، زاویه حالا این نقطه نسبت به این در واقع محور x میشه که حالا این نموداری که در واقع این برداری که اینجا وجود داره در واقع زاویهش نسبت به این محور x تتا میشه. خب حالا به این صورت هم حالا رو تتا فی نوشته میشه. توی حالا قطبی هم اگه باشه در دو بعد آرو تتا یعنی زاویه و شا مؤلفه هایی میشن که ازشون استفاده میکنیم برای موقعیت اون نقطمون. خب توی ایتپس ما هم میتونیم دستگاه مختصات کارتزین رو استفاده کنیم، هم دستگاه مختصات استوانه‌ای رو، حالا بسته به مدل سازی و استفاده‌ای که میخوایم داشته باشیم از هر کدوم از این دوتا یا کارتزین یا استوانه‌ای میتونیم استفاده کنیم، اما خب معمولتر همون استفاده از مختصات کارتزین هست. وارد ایتپس میشیم تا حالا این مورد رو اونجا توضیح بدم. خب برای اینکه بیاید دستگاه مختصاتتون رو تعیین کنید که حالا میخواید از کدوم یکی از دستگاه مختصات، حالا استوانه یا کارتزین استفاده کنید، روی پنجره فعالتون شما راست کلیک میکنید و گزینه اول اد مودیفای رو کلیک میکنید و میاید حالا یا در واقع این دستگاهی هست که شبکه بندی هست که از قبل دارید میتونید مودیفای کنید حالا با این گزینه، یا میتونید اد کنید، اد نیو گرید سیستم کنید و حالا یک دونه جدید درست کنید. حالا اینجا که میتونید اسمش رو انتخاب کنید، حالا هر اسمی خواستید از این گزینه میتونید انتخاب کنید که حالا کارتزین باشه یا استوانه‌ای باشه. خب این هم در واقع راست به چپ حالا یا چپ به راست بودن اون لیبل هاتون هست و اون گریدی که حالا میخواید به عنوان اولین گرید باشه هست و برای x برای y هم حالا هم به همین ترتیب، حالا این گرید یک اولین گرید هست، حالا تو روی شکل هم بعد بهتون نشون میدم و آ هم اولین گرید روی x هست. خب اینجا هم حالا 0 و 0 همون مبدأتون هست و حالا زاویه‌ای که در واقع نسبت به محور z داره اینجا به شما در واقع امکان رو داده که تعیین کنید که 0 و 0 اون محور مختصاتتون کجا باشه. این یکی هم مربوط به فاصله شبکه بندی هاتون از همدیگه هست که حالا میخواد چه فاصله داشته باشه. حالا این موارد رو ما بعدا در ادامه توضیح میدیم که حالا شبکه بندی ها به چه صورت خواهد بود.
خب بعد از اینکه حالا انتخاب کردید اینجا اگر اوکی بزنید اون در واقع شبکه بندی جدید برای شما ایجاد میشه و میتونید از اون استفاده کنید. خب این هم که توضیح دادیم حالا در واقع در راستای این محور x ما به صورت A B C D هست که A اولیش هست، در راستای y هم 1 2 3 4 هست که اولیش در واقع همین شماره یکی که اینجا نوشته به عنوان شبکه بندی ما میشه. خب دومین مورد از مبانی پیش نیاز المان های نرم افزار هست. خب ما اولین نوع المانمون المان گره هست، المان خطی و المان صفحه‌ای که المان صفحه‌ای در واقع یا ورق هست یا پوسته نازک هست یا پوسته ضخیم. خب حالا در ادامه هر کدوم از این موارد رو توضیح میدیم. خب در ابتدا میخوایم یک تعریفی داشته باشیم از درجه آزادی. به تغییر مکان یا تغییر موقعیت مستقل یک سازه درجه آزادی اون سازه میگیم و به تعداد اونها تعداد درجات آزادی اون سازه میگیم. خب اولین نوع المان ها المان گره هست. خب اگر این شکل رو در واقع در نظر بگیرید که حالا این مرکز یک گره باشه، این گره ما 6 تا درجه آزادی میتونه داشته باشه. 3 تا درجه آزادی انتقالی حالا توی جهت محورهای مختص در جهت x و y و z 3 درجه آزادی انتقالی داره و حالا حول هر کدوم از این محورهای مختصات هم 3 درجه آزادی دورانی داره و میتونه حول هر کدوم از محورهای x و y و z دوران داشته باشه. بنابراین المان گره ما 6 تا درجه آزادی داره. نوع بعدی از المان ها المان های خطی هست. خب در واقع در نظر بگیرید مثل این المان خطی یا یک المان تیر باشه. این المان خطی یا المان تیر ما درجات آزادی اون بستگی به تعداد و نوع درجه آزادی حالا گره های اون داره. خب هر تیری میتونه در واقع 2 تا گره داشته باشه، حالا یا تعداد بیشتری گره داشته باشه. بسته به تعداد و نوع درجات آزادی اون گره ها تعداد و نوع درجه آزادی المان خطی مشخص میشه. خب حالا اگر یک تیری رو ما مثل این داشته باشیم که 2 تا گره داشته باشه که هر کدوم 6 تا درجه آزادی دارن، در مجموع 12 تا درجه آزادی داره که 6 تا از این درجه آزادی ها انتقالی هست در جهت محورهای مختصات x و y و z و 6 تا دیگه از اونها در واقع دوران هست حول هر کدوم از اون محورهای مختصات ما. خب یک نکته هم که وجود داره این هست که تیر با توجه به اینکه سختی خمشی و سختی محوری داره درجات آزادی اون به همدیگه وابسته نیست و در واقع این درجات آزادی با همدیگه جمع میشن. خب نوع بعدی از المان‌های ما المان‌های صفحه‌ای هست. المان صفحه‌ای المانی هست که حالا یک بعدش نسبت به بعد دیگه اون کوچیک و قابل چشم پوشی باشه. قبل از اینکه حالا بخوایم اون المان‌های صفحه‌ای که قرار بود توضیح بدیم رو داشته باشیم، این دو نوع رو می‌خوایم ابتدا توضیح بدیم. اولین مدل المان کرنش صفحه‌ای یا تنش صفحه‌ای هست و المان دیگه المان سالید هست که در واقع توی 3 بعد هست. حالا این دوتا المانی که ما داریم اینا اگر در شرایطی باشه که صلب نباشن، چون اگر این دو نوع المان ما صلب باشن درجه آزادیشون به هم وابسته میشه. اگر حالتی باشه که حالا اینا رو در واقع صلبیت نداشته باشن، درجه آزادی اونها از نظر نوع و تعداد بستگی به درجه آزادی گره های اونها داره. به طور مثال حالا اگر این در واقع یک المان تنش صفحه‌ای یا کرنش صفحه‌ای داشته باشیم که حالا 3 تا گره داره و در 2 بعد هست، خب یک درجه آزادی داره در واقع چرخشی هست. عمود بر صفحه ما در واقع حول محور زدی که داریم در واقع عمود بر این صفحه میشه و 2 تا درجه آزادی انتقالی داره حالا توی راستای x و راستای y. خب با توجه به اینکه 3 تا گره داره و هر کدوم از این گره ها 3 تا درجه آزادی دارن دیگه، یکی در واقع درجه آزادی چرخشی، 2 تا هم درجه آزادی انتقالی، در مجموع این المان ما 9 تا درجه آزادی داره. اما حالا اگر یک المان سالید رو اینجا داشته باشیم که در واقع توی 3 بعد باشه،
خب در واقع چون این 3 بعد هست، هر گره ما دیگه اینجا 6 تا درجه آزادی داره و در مجموع 24 تا درجه آزادی این المان سالید ما داره. خب نوع اول از المان های صفحه‌ای ورق هست. ورق ساده ترین نوع المان صفحه‌ای هست. در واقع از نظر هندسی صفحه‌ای هست، اما از نظر بارگذاری بارهای عمود بر صفحه هم به اون وارد میشه. خب عملکرد ورق شبیه به تیر برنولی هست و تعمیم در واقع تیر برنولی در حالت 3 بعدی هست. حالا طبق تعریف هم به این صورت هست که بعد از تغییر شکل ها همواره صفحه باقی میمونه. به عبارت دیگه تغییرات تارهای طولی در راستای ضخامت ورق خطی هست. خب حالا تو این شکل هم که میبینید در واقع این دوتا زاویه تغییری نمیکنه و به یک اندازه هست. خب در این حالت تغییر شکل های ناشی از برش از معادلات اصلی المان ورق ما حذف میشه. خب اگر این یک المان ورق در نظر بگیریم، حالا توی 3 بعد، برای هر گره اون ما 3 تا درجه آزادی داریم. 2 تا درجه آزادی خمشی یا چرخشی حول محور X و Y که حالا توی صفحه ورق هستن و یک درجه آزادی انتقالی داریم در واقع راستای عمود بر صفحه ورق. و بنابراین ما با توجه به این توضیحاتی که دادیم تغییر شکل های انتقالی درون صفحه ورق رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. درون صفحه ورق میشه همون محورهای X و Y، تغییر شکل های انتقالیشون رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. بنابراین میایم و المان پوسته نازک رو تعریف میکنیم. خب المان پوسته نازک. المان پوسته نازک خصوصیات المان ورق رو داره، به اضافه اینکه درجه آزادی انتقالی در راستای X و Y حالا درون صفحه‌ای همون المانمون هم داره. بنابراین ما میتونیم به این صورت بگیم که هم خصوصیات المان ورق رو داره، هم در واقع المان تنش صفحه‌ای خصوصیات اون رو هم در مجموع داره. خب هندسه پوسته نازک مثل ورق هست، یعنی یا 4 گرهی هست، در واقع 4 ضلعی هست، و یا 3 گرهی هست یا همون 3 ضلعی یا مثلث هست. خب این المان ما هندسه های پیچیده رو نمیتونه مدل سازی کنه و درجات آزادی المان تنش صفحه‌ای با درجات آزادی المان ورق ما اندرکنش ندارن. به همین دلیل ما باید المان پوسته ضخیم رو تعریف کنیم. به عنوان یک نکته هم این هست، در المان پوسته نازک و تا حدودی هم المان پوسته ضخیم درجه آزادی چرخشی حول محور Z مربوط به المان تنش صفحه‌ای صرف نظر میشه. اما پوسته ضخیم، خب از نظر درجات آزادی، درجه آزادی پوسته نازک رو این المان داره و قابلیت تعریف هندسه های پیچیده رو داره، چون میتونه تعداد بیشتری گره داشته باشه. حالا مثل این تصویر که دارید میبینید نسبت به حالا اون پوسته نازک تعداد بیشتری گره داره و میتونه اندرکنش بین درجات آزادی مختلف رو هم در نظر بگیره. بنابراین محدود به فرضیات تیر برنولی نیست و به دلیل وجود درجات آزادی زیاد حجم محاسبات ما هم خب به طبع زیاد میشه. خب یک موضوع دیگه هم وجود داره با عنوان دیافراگم که حالا ارتباط مستقیمی با همین المان‌های صفحه‌ای داره. دیافراگم در واقع یک قیدی هست که سختی مضاعفی رو به المان‌های پوسته اعمال میکنه و حالا اگر این گره‌های المان بخوان توی صفحه المان نسبت به هم تغییر شکل جانبی داشته باشن، حالا بسته به اون نوع دیافراگم ما این گره‌ها دچار محدودیت میشن. حالا اینکه دیافراگم به چه صورت عمل کردش هست، چجور میشه تعریفش کرد و حالا نکات دیگه که حالا توی ایتابس نیاز هست رو در ادامه آموزش ها توضیحاتش رو میدیم. فقط اینجا در همین حد بدونید که دیافراگم یک قیدی هست که سختی مضاعفی رو به المان پوسته اعمال میکنه. و بحث بعدی در مبانی پیش نیاز محورهای مختصات هست. اولین نوع همون محورهای مختصات ما محور مختصات کلی یا گلوبال هست که در واقع دستگاه مختصات مرجع هست و توضیح دادیم توی همون بخش دستگاه مختصات
که به چه صورت هست. حالا اون مختصات مرجع ما توضیحاتش رو دادیم که چطور میشه اون رو انتخاب کرد. اما نوع دیگه از این محورهای مختصات محلی یا لوکال هستن. برای المان‌های مختلف این محور مختصات به صورت‌های مختلفی تعریف میشه. خب ابتدا میخوایم محور مختصات محلی رو برای المان‌های خطی توضیحاتش رو داشته باشیم. خب اگر که حالا این یک تیر در نظر بگیرید به عنوان یک المان خطی، رسمش از این نقطه آی شروع شده و توی نقطه جی انتهای رسم انجام شده. خب این سه تا محور داره، محور 1 2 3 که حالا توضیح میدیم هر کدوم به چه صورت هست. اما از نظر رنگ توی ایتپس این محور 1 با رنگ قرمز نمایش داده میشه، محور 2 با رنگ سبز و محور 3 با رنگ آبی نمایش داده میشه. خب محور محلی شماره 1 برای المان خطی از نظر راستا همراستا با دو گره تیر هست. خب این گره اول آ، گره دوم جی توی این راستا قرار میگیره. از نظر جهتش هم به این صورت هست که حالا از اون نقطه‌ای که تیر رسم شده جهتش شروع میشه تا و به اون سمتی که نقطه انتهایی رسم تیر هست، در واقع در این جهت میشه جهت محور محلی شماره 1. محور محلی شماره 2 برای المان خطی راستاش همراستا با محور ضعیف مقطع است. خب حالا اگر این شکل رو در نظر بگیرید، این محور ضعیف مقطع هست که راستای اون محور 2 ما در همین راستا است. محور محلی شماره 3 هم در راستای محور قوی مقطع اون راستاش میشه. از نظر جهت هم حالا به این صورت هست که اگر محور 2 و 3 رو ما در هم ضرب خارجی بکنیم میاد و اون جهت محور محلی شماره 1 باید حاصل بشه. بحث بعدی محور مختصات محلی برای المان‌های صفحه‌ای هست. خب اگر یک فرضی داشته باشیم، یک المان صفحه‌ای داشته باشیم با 4 تا گره، خب این 4 تا گره المان ما به این صورت باشه، حالا میخوایم توضیح بدیم که این محورها به چه صورت قرار میگیره. خب اینم مثل همون از حالا محور 1 قرمز، محور 3 آبی، محور 2 سبز رنگ هست. محور محلی شماره 3 برای المان صفحه‌ای به این صورت تعریف میشه: راستای اون عمود بر صفحه است و جهتش اگر از قانون دست راست استفاده کنیم و 4 انگشت ما در جهت پاد ساعتگرد در واقع دوران بدیم، جهت شست ما اون جهت محور محلی شماره 3 هست. محور محلی شماره 2 برای المان صفحه‌ای راستای در واقع محور محلی شماره 2 به این صورت هست: اگر ما یک صفحه‌ای داشته باشیم که با استفاده از این محور محلی شماره 3 و محور کلی Z تشکیل شده باشه و یک خطی عمود بر این صفحه باشه، اون راستای محور محلی شماره 2 هم همراستا با همون خط هست که عمود بر این صفحه هست. در مورد جهتش هم جهت اونم به سمتی است که اگر در اون جهت ما حرکت کنیم، تصویر حرکت ما روی محور Z به سمت مثبت حرکت کنه. محور محلی شماره 1 هم برای المان صفحه‌ای به این صورت هست: همواره در واقع محور مختصات محلی شماره 1 توی صفحه افقی کلی XY قرار میگیره، یعنی همینطور هم که شما میبینید توی صفحه افقی قرار گرفته. خب جهت اون هم بر اساس جهت حاصل ضرب برداری یا همون ضرب خارجی محورهای محلی 2 و 3 هست. خب به عنوان دو تا نکته اول، برای اینکه محور مختصات محلی شماره 1 توی المان صفحه‌ای در صفحه افقی قرار بگیره، باید زاویه‌ای که محور محلی 2 با محور کلی Z میسازه همون زاویه‌ای باشه که محور محلی 3 با صفحه افقی میسازه. و مورد بعدی هم این هست که قدر مطلق سینوس زاویه بین محورهای محلی 3 و محور کلی Z اگر مقدارش در واقع کمتر از 10 به توان منفی 3 باشه، در این حالت اون صفحه از نظر ایتپس یک صفحه افقی هست. خب حالا بریم و این مواردی رو که توضیح دادیم توی ایتپس ببینیم. خب من از قبل یک المان خطی تیر و حالا یک المان صفحه‌ای اومدم رسم کردم و دو تا پنجره رو هم
توی حالت در واقع سه‌بعدی قرار دادم و میخوایم 2 تا مورد رو اینجا داشته باشیم. خب اولین موردی که میخوایم بررسی کنیم این هست که حالا این در واقع المان هایی که کشیدیم رو ما بتونیم اینجا مقاطعش رو ببینیم. خب برای این کار حالا در واقع این پنجره رو در حالت فعال داریم، میریم توی این در واقع فهرست ویو و توی این ست دیسپلی آپشن توی این گزینه که بیاید، حالا همین تب جنرالش کافی است که حالا این اکستریود فریم و اکستریود شلز رو اگر کلیک کنید و حالا اوکی بزنید، همینطور که میبینید حالا این در واقع مقاطع اینجا مشخص است که حالا این در واقع مقطع آی شکلی داره و این هم حالا مقطع این المان صفحه‌ایمون هم مشخص هست. خب حالا دومین موردی که میخوایم اینجا در واقع بررسی کنیم این هست محور مختصات کلی یا گلوبال ما. خب این هست که گفتیم از اینجا توی ویدیوهای قبل توضیح دادیم، حالا از این در واقع قسمت میتونید این رو انتخاب کنید و تنظیماتش رو انجام بدید. اما محور مختصات محلی یا لوکال برای هر المان گفتیم متفاوت هست، میخوایم این تنظیمات رو انجام بدیم. خب میام این پنجره رو فعال میکنم و مثل همون حالت قبل هست، از این منو ویو این ست دیسپلی رو که بزنم توی حالا این تب دوم که شما بیاید برای اجزایی که مربوط به قاب هستن یا فریم ها و شل یا همون پوسته ها فرق می‌کنه. این لوکال اکسس رو حالا این برای پوسته ها هست و یا همون المان های صفحه، این هم برای در واقع لوکال اکسس اگر بزنید محورهای محلی برای حالا اون اجزای قاب شما یا در واقع اجزای خطی شما، المان های خطیتون برای هر کدوم میاد. حالا اگر اوکی کنیم همینطور که میبینید حالا این دستگاه مختصات محلی برای هر کدوم از این المان های شما نمایش داده میشه و همونطور که گفتیم حالا بر اساس همون رنگ ها توی ایتپس داره نمایش داده میشه. و حالا قصد من از این بود که حالا شما در واقع این مقطع تیر رو به خصوص ببینید تا حالا متوجه بشید با توجه به توضیحاتی که دادیم راستای حالا محور ضعیف و محور قوی مقطع بر اساس همین در واقع دستگاه مختصات محلی که اینجا داریم در واقع راستای این دوتا با هم دیگه به چه صورت میشه. خب من هر دوتا مدل رو زوم کردم و این در واقع به این صورت که حالا گفتیم این توی المان خطی قرمز رنگ در راستای اون در واقع المان خطی ما هست و حالا محور آبی رنگ ما در واقع در جهت محور قوی مقطع است، حالا همینطور که اینجا هم میبینید، و اون محور سبز رنگ یا همون در واقع محور شماره 2 در راستای محور ضعیف این مقطع هست. و حالا برای همون در واقع المان پوسته ما هم به همون ترتیب که توضیحاتش رو دادیم محور مختصات محلیش اینجا قرار گرفته.